دوستان ارجمند برمیگردیم با مجمع قصر ورزش آبی و البته که بعد از چند لحظه مراسم افتتاحی نخستین چمپیونات جهان اوید با گوشتینگیری هم شروع میگردد که البته در اینجا تشریف اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان هم البته در نظر است و باید ذکر نماییم دوستان عزیز که ما قبلا هم اشاره کردیم در جهانی شدن گوشتین ملی گوشتینگیری سهمی به واسطه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان خیلی زیاد است که پیوسته البته در برآمدهایشان که در ضمن افتتاح انشاءات‌های ورزشی بود تاکید میکردند از رشد و نموی ورزش‌های ملی، ورزش‌های اجدادی. البته که این میراث غنی مردم تاجیک بالاخره عنوان جهانی کسب کرد و تاریخ 5000 ساله که دارد این با جهانیان البته با خوبی آشنا گردید. بار دیگر یادآور بشویم که فدراسیون گوشتینگیری تاجیکستان بعد دستور و هدایت‌های سرور معظم ملت محترم امامعلی رحمان که در نوروز سال 2015 در شهر بوستانی خوجند که راجع به تقویت بخشیدن این میراث اجدادی، راجع به گسترش دادن گوشتین ملی گوشتینگیری و پیوسته در ایدو جشن‌های مهم دولتی راه اندازی کردن مسابقه ها رو البته دستور و سپارش ها داده بودند که این روند رو فدراسیون گوشتینگیری تاجیکستان در سطح خیلی عالی البته اجرا نمودند و چگونه که میبینید آرزوی چندین هزار ساله مردم تاجیک جامعه عمل پوشید و گوشتین ملی گوشتینگیری مقام جهانی کسب کرد. در این میان البته سیاست ورزش پرورانه سرور دولت را رئیس شهر دوشنبه، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستمی امامعلی همه جانبه دستگیری نمودند. سرپرستی بازی‌های ملی ورزشی با شمار می روند که در جهانی شدن گوشتین ملی سهمی به واسطه رئیس شهر دوشنبه هم خیلی زیاد است. مخصوصا همین طرح لباس یگانه گوشتینگیری که افاده‌گر البته که عنعنات نیاگان ما هست به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امامعلی سهمی ارزنده دارند و چگونه ای که میبینیم دوستان عزیز ما با آهستگی با آن نقطه نهایی با تحولات مهم با رویداد تاریخی هم رسیدیم و چمپیونات جهان در تاجیکستان در قلب تاجیکستان شهر دوشنبه راه اندازی گردید. محبت مردم، صداقت مردم با این رشته اجدادی خیلی زیاد است. چون که میبینیم خرد و بزرگ، نورسان، زنان و مادران همه طبقه جامعه و دستگیری پهلوانان آمدند. چون همگان خیلی خوب میدانند که در گوشتین های میدانی که در شهر و ناحیه های جمهوری برگزار می شود به دعوت به اختیار شماره زیادی دوستداران هواداران گوشتین ملی جمع می شوند، تماشا می کنند، محبت به این میراث اجدادی دارند که این هم البته به واسطه سرچشمه می گیرد از دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان از توجه سرور دولت نسبت به رشد نمودهای ورزش ملی. واقعا ما قبلا هم اشاره کرده بودیم که در این مسابقه نه تنها رقابت پهلوانان است، نه تنها یک اشتراک و به دست آوردن جایزه ها است. اینجا
با این واسطه با واسطه برگزاری چمپیونات جهان که بیشتر از 60 دولت جهان به تاجیکستان آمده است، فرهنگ و تاریخ ما معرفی می‌گردد. شهر زیبای ما، پایتخت تاجیکان دنیا به جهانیان معرفی می‌گردد. موضع‌های سیاحی تاجیکستان البته بیشتر و خوبتر اینجا معرفی می‌گردند که جامعه جهان به تاجیکستان البته توجه زیادتر ظاهر می‌کند. و چون می‌بینیم هدف اساسی رشد دادن گوشتین اجدادی، چون در معلومات‌های تاریخی هم آمده است که هدف اساسی این مبارزه همون جوان مردان، مبارزه نفران دلیر بر ضد زوراوری و هر گونه ستم و هر گونه ناعدالتی ها است که البته گوشتینگیری برای تربیه نسل نورس، برای بابای رسانیدن آن نفران اصیل البته که نقش مهم می‌بازد. می‌بینیم که از کوچکترین فرد تاجیکستان از این میراث اجدادی افتخار هم میکنند و با یک حسیات بلند برای دستگیری آمدند. بسیار هم جای افتخار است که الکی در نخستین این مسابقات با نفوذ که بار اول در تاجیکستان راه اندازی می شود، پهلوانان ما توانستند که به مرحله نهایی برای به دست آوردن نشان طلا مبارزه برند. شاهد قلندر و در وزن 70 کیلوگرم بانوان امروز برای مدال طلا مبارزه میبرد. همزمان مسعود احمدزاد برای مدال طلا مبارزه میبرد. خوب مولا رجب خلیفایف و شکر محمد میرمحمدов، این پهلوانان توانستند امروز طبع مخلصان را شاد گردانند. هر نفری که برای دستگیری ورزشگران آمده بود به این مجمع باشکوه از هنرنمایی پهلوانان تاجیک شاد گشتند. خوب، یادآور بشویم بیننده عزیز که اگر ما توجه کنیم به تاریخ گوشتین ملی در شاهنامه فردوسی بزرگ هم در سالهای 1590 1600 یک عکس هم پیدا شده است، دریافت شده است که آنجا یک گروه همون نفرانی که در دربار هستند جمع شدند و 2 نفر گوشتینگیری میکند. یعنی این از تاریخ بسیار هم بای و غنی گوشتینگیری، شهامت و شهرتیان است. و البته ما دوستان عزیز قبلا هم اشاره کرده بودیم که به واسطه تشریف پیشوای معظم ملت به این چهاربینی با شکوه این میتواند که باز یک انگیزه دیگر بخشد به تمام آن هیئت‌هایی که در چمپیونات جهان و تاجیکستان آمدند. همکنون تشریف پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و این مجموعه باشکوه هم فرا رسید. قدوم پیشوای معظم ملت غیر مقدم بود. سلامت باشید. میهمانان عالی قدر، ورزشگران محترم، حاضرین گرامی، حضور هر یک شما را
به نخستین چمپیونات جهان oid به گشتینگیری که در پایتخت سرزمین بیشناسای تاجیکستان شهر دوشنبه دایر می‌گردد صمیمانه خیر مقدم می‌گویم. گشتینگیری نمودی سنتی ورزش مردم تاجیک محسوب یافته تاریخی بیش از 5000 ساله دارد. در مسیر تاریخی طولانی ملت ما نوعهای گوناگون ورزش از جمله گشتینگیری در میان مردم فرهنگ سالار تاجیک محبوبیت زیاد داشته. در برابر تقویت بخشیدن قوه جسمانی برای نورسان و جوانان همچون وسیله تربیه خصلت‌های نجیب انسانی خدمت کرده است. طوری که از کهن‌ترین آثار ادبی تاجیکان برمی آید، مردم ما از زمانهای خیلی قدیم برای تأمین طرز حیات سالم، تکمیل جسارت جوانان و نورسان، حفظ وطن و مرزوبون آن از این نوع ورزش ملی استفاده می‌کردند و این عنعنه امروز نیز ادامه دارد. یکی از دوره‌های خیلی قدیم تا امروز پابرجا بودن نمودهای گوناگون ورزش از جمله گشتینگیری دلیل صاحب فرهنگ بودن ملت تاجیک رمز متانت، جسوری، توانایی و دلیری و شجاعت می باشد. معین نمودن شرایط سازگار انفراساختاری و تشکیلی برای رشد ورزش به شمول گشتینگیری در مرکز توجه حکومت تاجیکستان قرار دارد. مایه افتخار و سرفرازی که با تلاش و کوشش‌های پیوسته دولت و حکومت مملکت گشتین ملی تاجیکی مقام بین المللی کسب نمود. این است که کشور ما امروز میزبان چهاربینی‌های گوناگون بین المللی آید به این نمود ورزش از جمله نخستین چمپیونات جهان آید به گشتینگیری می باشد. به شرافت صاحب استقلالی پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه علاوه بر این که میزبان همایش‌های گوناگون بین المللی آید به آب و دیگر مسائل گلوبالی سیاره می باشد، در این شهر زیبا و معاصر تاجیکان بزرگترین چهاربینی‌های سطح بین المللی ورزشی نیز برگزار می گردند. اگر در اولین چهاربینی سطح بین المللی این نمود ورزش که به خاطر معرفی گشتینگیری دایر گردیده نخستین تلاش ما برای جهانی کردن آن به حساب می رفت، نمایندگان و ورزشگران 8 دولت دنیا اشتراک کرده باشند. در چمپیونات امروزه نمایندگان 62 کشور عالم اشتراک دارند. میخواهم ابراز دارم که ما مسئولیتی در سطح بلند برگزار نمودن چهاربینی‌های رسمی بین المللی گشتینگیری را به دوش خواهیم داشت. ما من بعد نیز برای در سطح بلند تشکیلی دایر کردن چمپیونات آسیا، جام آسیا، چمپیونات جهان و جام جهان اینچنین دیگر مسابقه‌های سطح بلند ملی و جهانی آید به گشتینگیری تلاش خواهیم کرد. برگزاری چهارمین سطح بلند بین المللی یعنی نخستین چمپیونات جهان آید به گشتینگیری عامل مهمی تقویت سلامتی و دوستی و همکاری انسان‌ها به شمار رفته. پایتخت تاجیکستان عزیز ما شهر دوشنبه را همچون شهر صلح و دوستی معرفی می‌کند. باور دارم که برگزاری این چهاربینی مرحله تازه را در شناخت ورزش ملی تاجیکان در سطح جهانی آغاز می‌نماید و جهانیان شهر دوشنبه را همچون میزبان مسابقه‌های با نفوذ بین المللی بهتر و بیشتر می‌شناسند.
بسا رمزی است که این چهاربینی مهمی بین المللی در روزهای آمادگی و تجلیل جشن مقدس و تاریخی تاجیکان استقلال دولتی تاجیکستان دایر گردیده و این جشن بزرگ ملی ما شوکی تازه می بخشد. بار دیگر به همه شما میهمانان و ورزشگران محترم، مخلصان و هواداران این نمود ورزش، آغاز چنین یک چهاربینی سطح جهانی را که واقعا جشن بزرگ ورزش ملی ما نیز می باشد صمیمانه تبریک می گویم. با ورزشگران پیروزی و فتح قله‌های بلند ورزش را آرزو می نمایم. نخستین چمپیونات جهان آید به گشتنگیری را کشاده گفته اعلان می نمایم. دوستان ارجمند، مهمانان عالی قدر، حالا سرود فدراسیای بین المللی گشتنگیری صدا می دهد. Ladies and gentlemen, sounds the anthem of the International Gushtangiri Federation. دوستان ارجمند، مایه افتخار و سرفرازی است که نخستین کنگره جهانی در رشته گشتنگیری پیش از آغاز قهرمانی جهان برگزار شد.
با حضور نمایندگان 62 کشور سیاره، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت کمیته ملی المپی مملکت محترم امامعلی رحمان، پرزیدنت فخری فدراسیای بین المللی گشتنگیری انتخاب شد. Ladies and gentlemen, distinguished guests, it should be noted that in the International Congress, the founder of peace and national unity, the leader of the nation, the president of the Republic of Tajikistan, and the National Olympic Committee became the proud president of the International Gushtangiri Federation. خدمت‌های ارزنده و به نظیر سرور معظمی ملت رئیس شهر دوشنبه در تحکیم و تقویت و معرفی گشتن اجدادی و نفوذ جهانی گرفتن این ورزش سنتی بغایت بزرگ است. Should be noted that with the help of the leader of the nation, the president of the Republic of Tajikistan, Honorable Emomali Rahmon, and the chairman of the Dushanbe city, Honorable Rustami Emomali, Gushtangiri today became the international sport. حالا دوستان ارجمند، برنامه رنگین و پرمحتوای فرهنگی و نمایش تئاتری کنانیده شده منظور ما و شما می‌گردد. Distinguished guests, ladies and gentlemen, to your attention, the colorful, theatrical, and cultural program. پهلوانان جان نثاری ملتند، پهلوانان جان نثاری ملتند، پهلوانان افتخاری پاسدارانی درفشی این وطن، سرفرازانی دیاری
به شهنامه فردوسی نغزگوی بس یاد رزم یلان کرده بود. زی گشتین گرفتن سخن بود دوش، نگیرم فریب تو زین در مکوش. ابا آنکه گوهر آری پدید، دری بسته را خود تو باشی کلید. چو شیران به کشتی برآویختند، زی تنها خی و خون همه ریختند. تو را با هنر گوهر است و خرد، روانت همه از تو رامیش برد. دلیری زی هوشیار بودن بود، دلاور سزایی ستودن بود. بگویم تو را ای جوان پهلوان، که بیدار دل باش و روشن روان. تو گشتی گیر که آرامشی جان بود، نگهداری آیین و پیمان بود. چو گشتی گیری ای جوان پهلوان، بخواهی که بیرنج ماند روان. بیزد دست سهراب چون پیل مست، بیزد دست سهراب چون پیل مست. برآوردش از جای و بنهاد پست. که ای پهلوانی جوان شاد باش، زی تیمار و درد و غم آزاد باش. رسالت تو را بود و باشد یقین، که حفظش نمایی به جان سرزمین. با یاد آوری رستمی داستان، تو فخری وطن جهان پهلوان.
دوستان ارجمند، مهمانان عالی قدر، حالا نمایندگان کشورهای اشتراک داشته نخستین چمپیونات جهان آیین و گشتنگیری را استقبال میگیریم. Ladies and gentlemen, please welcome the country's participants. نمایندگان کشور استرالیا را استقبال میگیریم. Representatives from Austria. منتخب آذربایجان هم به تاجیکستان آمد. Representatives from Azerbaijan. مهمانان ارمنستان را هم خوش آمدید میگوییم. Welcome guests from Armenia. نمایندگان افغانستان هم خیر مقدم. Representatives from Afghanistan. خوش آمدن ورزشگران بنگلادش. Welcome our guests from Bangladesh. نمایندگان جمهوری بلاروسیا را خوش آمدید میگوییم. Welcome representatives from Belarus. خیر مقدم نمایندگان کشوری بلژیا. Representatives from Belgium. از قطعه دوردست ورزشگران برزیل آمدند. Representatives from Brazil. ورزشگران بلغارستان را استقبال میگیریم. Welcome guests from Bulgaria. نمایندگان جمهوری مردمی چین هم به تاجیکستان آمدند. Representatives from China. دسته جیپی چین هم در تاجیکستان قرار دارد. Representatives from Chinese Taipei. از کشوری دوردستی کنگو مهمانان به تاجیکستان آمدند. Representatives from Congo. ورزشگران مصر هم در قهرمانی جهان اشتراک دارند. Welcome guests from Egypt. منتخب استونیا را هم خیر مقدم میگوییم. Representatives from Estonia. تشریف تیم فرانسه باعث سرفرازی ماست. Representatives from France. نمایندگان گرجستان هم مهمان مردم شرفمند تاجیکستانند. Representatives from Georgia. تشریف منتخب آلمان مایه افتخار است. Representatives from Germany. نمایندگان بریتانیای کبیر را هم خیر مقدم میگوییم. Representatives from Great Britain. دسته یونان هم مهمانی ماست. Representatives from Greece. خیر مقدم نمایندگان کشوری هنگ کنگ. Representatives from Hong Kong. از مجارستان هم امروز مهمانان قدم رنجه کردند. Representatives from Hungary. نمایندگان هندوستان را هم خوش آمدید میگوییم. Representatives from India. ورزشگران اندونزیا هم برای شرکت در قهرمانی جهان به تاجیکستان آمدند. Representatives from Indonesia. نمایندگان جمهوری اسلامی ایران را هم خوش آمدید میگوییم. And guests from Islamic Republic of Iran. خیر مقدم ورزشگران عراق. Representatives from Iraq. از ایتالیا به تاجیکستان آمدند. Representatives from Italy.
نمایندگان کشوری اردن هم اینجا. Representative from Jordan. منتخب قزاقستان هم با قهرمانی جهان آمد. Representatives from Kazakhstan. دسته کرغیزستان را هم خوش آمدید میگوییم. Representatives from Kyrgyzstan. منتخب لبنان را استقبال میگیریم. Representatives from Lebanon. نمایندگان جمهوری لیتوا هم مهمانی ما هم. Representatives from Litva. از مالایزیا دسته مکمل با تاجیکستان آمد. Representatives from Malaysia. از قاره دوردست نمایندگان کشوری مالتا آمدند. Representatives from Malta. نمایندگان مالداوا هم اینجا حضور دارند. Representatives from Moldova. ورزشگران قوی مغولستان هم مهمان تاجیکستانند. Representatives from Mongolia. مونتنگرو یک دولت دوردست هم با تاجیکستان آمد. Representatives from Montenegro. از مراکو با تاجیکستان تشریف آوردند. Representatives from Morocco. ورزشگران قوی نیدرلند را خیر مقدم میگوییم. Representatives from Netherlands. ورزشگران کشوری نپال را خوش آمدید میگوییم. Representatives from Nepal. از دولت عمان هم اینجا نمایندگی دارند. Representatives from Oman. پهلوانان پاکستان و تاجیکستان قدم رنجه کردند. Representatives from Pakistan. نمایندگان فلسطین را خیر مقدم میگوییم. Welcome guests from Palestine. چهره های ارزنده فیلیپین هم مهمانی ما هم. Representatives from Philippines. ورزشگران لهستان هم در تاجیکستان قرار دارند. Welcome guests from Poland. از قاره اروپا نمایندگان کشوری پرتغال آمدند. Representatives from Portugal. ورزشگران رومانیا هم به تاجیکستان آمدند. Representatives from Romania. دسته پرقوت فدراسیای روسیه هم مهمان مردم ما هم. Representatives from Russia. از عربستان سعودی با قهرمانی جهان آمدند. Representatives from Saudi Arabia. نمایندگان سربیا را هم خوش آمدید میگوییم. Representatives from Serbia. از سنگاپور هم در قهرمانی جهان نمایندگی دارند. Representatives from Singapore. ورزشگران کره جنوبی هم برای شرکت به قهرمانی جهان اینجا تشریف آوردند. Representatives from South Korea. دسته شریلانکا هم در چمپیونات نخستین جهان شرکت دارد. Representatives from Sri Lanka. از شویتزاریا دسته مکمل و قهرمانی جهان آمد. Representatives from Switzerland. دسته سوریه را خیر مقدم میگوییم. Welcome guests from Syria. تایلندی ها هم با هیئت مکملش مهمانی مردم تاجیکستانند. Welcome guests from Thailand. استقبال گرم و صمیمانه دسته ترکیه.
Representatives from Turkey. نمایندگان جمهوری ترکمنستان را هم خوش آمدید میگوییم. Representatives from Turkmenistan. دسته جمهوری اوکراین هم در نخستین چمپیونات جهان اشتراک دارد. Representatives from Ukraine. اینک دسته کشوری همجوار ما جمهوری ازبکستان را خوش آمدید میگوییم. Welcome guests from Uzbekistan. نمایندگان ویتنام هم به تاجیکستان آمدند. Representatives from Vietnam. دسته فدراسیون بین المللی کشتیگیری هم در این قهرمانی جهان شرکت دارد. And the representatives from the International Kushtingiri Federation. و اینک با صمیمیت و استقبالی به پایان منتخب میزبان تاجیکستان را استقبال میگیریم. And welcome the team of Tajikistan. داشتیم اولین دسته رو مردهایی کمر بسته رو داشتیم اولین دسته رو مردهایی کمر بسته رو پیکری هر کدام آهنین روحی هر زور سنجش متین سبقتی تن به تن گوشتین آبروی وطن گوشتین سبقتی تن به تن گوشتین آبروی وطن گوشتین از دلی باستان این صداست گوشتین سبقتی خلق ماست گوشتین سبقتی خلق ماست از ازل پرتوان آب جا زورتن قهرمان تاجیک است از ازل پرتوان آب جا زورتن قهرمان تاجیکستانی من میهنم روید از خاک تو پهلوان تاجیکستانی من میهنم روید از خاک تو پهلوان پهلوان پیزچند از پلنگ پهلوان مرد میدانینم پهلوان پیزچند از پلنگ پهلوان مرد میدانینم از شجاعت در سر داردان دارد از خصلتی ما نشان سبقتی تن به تن گوشتین آبروی وطن گوشتین سبقتی تن به تن گوشتین آبروی وطن گوشتین از دلی باستان این صداست گوشتین سبقتی خلق ماست گوشتین سبقتی خلق ماست